برادری پرسیدن سگ بالای جای نمازی خوابیده باشد ما آن را شسته نماز بخوانیم آیا جایز است یا خیر؟ برادری محترم، سگ که به بدن انسان میرسه یا اینکه به جای نماز یا دست انسان بالای موی سگ میرسه، اینها نه طهارت انسان میشکنه نه جای نماز بی نماز میکنه. البته برای طهارت که میشوین بهتر است نظافت و همچنان کدام میکروبی نباشه، به خاطر پاکی و صفایی که بشوید بهتر است. در غیر از او جای نماز را بی نماز نمیکنه. خواهری پرسیدن طعام پختم و نام الله برآمد چه معنا دارد؟ خواهری محترم، این از جمله وهمیات است، چیزایی است که انسان به خرافات و به بعضی چیزهای دیگری میکشانه. اینا بیشتر وهم است، خیال است، کدام حقیقتی نداره و هیچ معنا هم نداره، نه کدام برتری را برای شما ثابت میکنه و نه کدام معجزه‌ای برای شماست، نه کدام کرامت است. به این چیزا امید است که اعتنایی نداشته باشین و همچنان شیطان سبب گمراهی انسان از این راه نشود. برادری پرسیدن قضایی نماز بامداد را چگونه خوانده می شود؟ قضایی مانند دیگر نمازها، اگر در خواب رفتی از خواب بیدار شدی میخوانی، فراموش کردی همچنان در یاد آوردی میخوانی. برادری پرسیدن بعد از تولد باید تا 40 روز همخوابی همراه همسر صورت نگیرد، آیا حقیقت دارد؟ نه خیر برادر محترم، حقیقت نداره. هر وقتی که خانم پاک شد، خونش قطع شد، غسل میکنه و همخوابی همراهش صورت میگیره. برابر است که در 20 روز قطع شد، در 25 روز، در 30 روز یا در آخر 40 روز. خواهری پرسیدن در حالت حیض یا نفاس آیا می توانیم ما از روی تلفن قرآن را بخوانیم یا اینکه از یاد؟ بله خواهری محترمه، اشکال نداره. قرآن را در حالت حیض و نفاس از روی تلفن تلاوت کنید و همچنان از یاد، چی در رمضان و چی در غیر رمضان. اما بهتر است که قرآن مطبوع را، قرآنی که چاپ شده را ایران در حالت حیض و نفاس به دست نگیرید، بهتر است. برادری پرسیدن 4 یار چی معنا دارد و علی را چرا حیدر گفته میشه؟ برادری محترم، 4 یار یعنی 4 صحابی ویژه و خاصی و این 4 یار اولش ابوبکر، دومش عمر، سومش عثمان، چهارمش علی. قسمی که اینها در خلافت به ترتیب بودن، اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان و چهارم علی، همچنان در فضیلت همین ترتیب را دارن. از همه بهتر ابوبکر است، بعد از او عمر، بعد از او عثمان، بعد از او علی و بر این اجماع اهل سنت است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بعد از من خلافت 30 سال می باشد و 30 سال از خلافت در عهدی این 4 خلیفه گذشت و یک مقدار کمی تقریبا 6 ماه مانده بود که او را حسن رضی الله عنه تکمیل نمود. پس این 4 یار، 4 صحابی برتری خاصی دارند و خلافتشان ویژگی خاصی داشت و در میان اهل سنت اعتبار و برتری خاصی دارند. و اما علی رضی الله عنه را حیدر به خاطر گفته میشه که مادرش حیدر نامیده بود. قسمی که در شعر خودشان فرمودن انا الذی سمتنی امی حیدر، در جنگ خیبر چنین شعری گفته بودن که مرا مادرم حیدر نام گذاری کرده. حیدر به معنای شیری شجاع، شای شیرا، و علی رضی الله عنه هم حقدار بود که حیدر گفته شد، واقعا شیر بود. برادری پرسیدن در وقتی درود فرستادن فکر انسان اگر نبوده باشه و جای دیگری باشه آیا به او درود ثواب میگیرد یا خیر؟ برادری محترم، نماز، درود، ذکر و اذکار، تسبیح و غیره همه وقتی که انسان میگوید یا میخواند باید فکر خدا به نماز یا به درود و به الفاظ و معانی از او بگیرد
اگر معناش نمیدانه باید به الفاظی ازی توجه داشته باشد و فکرش به نمازش و ذکر از کارش بگیرد و در این اجر و ثواب بیشتر میگیره. اما اگر فکرش نبود در این شک نیست که ادا میشه و انشاءالله مأجور است، اجر میگیره، لیکن اجری او کسی که با تدبر میخونه اجری از او را نمیگیرد و همچنان اثری درست بالای انسان نداره. در شعری گفته شده بر زبان تسبیح و بر دل گوهر، این چنین تسبیح کی دارد اثر. یعنی اگر اثری از تسبیح انسان اگر میخواه یا اثری از نماز را در خود ببیند، تغییراتی در نماز خود، در ذکر و اذکار خود تدبر داشته باشه، با فکر بخواند، با سوچ. اگر حتی معناش نمیدانه کوشش کنه که معنای از او را بداند، اگر نمیداند هم باید در الفاظش فکر کند و متوجه اما ذکر و اذکار خود بوده باشد. برادری پرسیدن ما در شهری روسیه قرار داریم و اینجا مرض کرونا انتشار داره، آیا ما از شهری از روسیه به تاجیکستان برویم گناهگار میشیم یا خیر؟ تاجیکستان این مرض انتشار نداره؟ بلی بدون شک برادری محترم، رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن که شخصی که مریض است بالای شخصی که مریض نیست جور از بالای از او برود و همچنان منطقه‌ای که وبا است، مردم این منطقه و منطقه‌ای که تا به الحال اونجا وبا نرسیده منع کردن که اهل این منطقه به اون منطقه بروند داخل شوند. پس شما براتان حق نیست، شما حق ندارید که فعلا از این منطقه‌ای که مرض انتشار یافته، روسیه یا جای دیگری که بوده باشین مرض انتشار یافته باشه، ولو که صحت هم داشته باشین، مرض شما را نگرفته باشه، شما حق ندارین از لحاظ شرعی این منطقه را گذاشته با منطقه خود بروید. اگر مخالفت نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم را انجام دادید گناهگار میشید بدون شک. برادری پرسیدن در تلفن اذان می شود، آیا به امان اذان اکتفا کنیم و فقط اقامه را بگوییم درست است یا خیر؟ برادری محترم، اگر در شهری اذان را میشنوید به همان اذان اکتفا کنید، درست است، نماز را اقامه گفته بخوانید کفایت میکند. و اما اگر خودتان مسجد مشخص دارین یا جای مشخص برای نمازخوانی، اذان بگویید، ولو که اذان دیگر جا را هم میشنوید، اذان گفته نماز بخوانید و بعد از او اقامه گفته نماز بخوانید، این بهتر است. اما از طریق تلفن یا رادیو یا تلویزیون یا تیپ و غیره اذان را شنیده با او اکتفا کنی، این درست نیست. باید اذان گفته شود یا این که اذان را در مو محله یا در مو شهری که هستی بشنوی، اما از طریق تلفن و موبایل و تلویزیون اینها کفایت نمیکنه. برادری سوال کردن من امام بودم در نماز شام از سوره التین گذشتم به سوره العصر، یعنی مقصدشان تین را شروع کردم و آیات اخیری تین و العصر شباهت داره و آخری العصر را خواندم. حکم نماز ما چی است؟ برادری محترم، نمازتان صحیح است، درست است، اعاده بالایتان نمیآید و نه سجده سهو. الله تعالی قبول کنه. برادری پرسیدن فرق میان مضاربه و سود چی است؟ مضاربه نوع تجارتی حلال است. شخصی پول داره، مبلغی از پولش را به شخصی دیگری که صاحب تجارت است، کسب و هنر است یا صاحب شرکت است یا صاحب بانک است، البته بانک هایی که معاملات ریبوی نداشته باشه و شرکت هایی که تجارت های حرام نداشته باشند، چون در مضاربه شرط ای است که باید تجارت حلال بوده باشه، تجارتی حرام نباشد. برای این شخص پول را میدهد و به مبلغی بین هم اتفاق میکنن در فایده که از پولی که کمایی میکنی این مقدار من میگیرم و مقدار دیگری از تو، برابر است که نصف اتفاق میکنن، سیوم حصه اتفاق میکنن، چهارم حصه اتفاق میکنن، به هر اندازه‌ای که بوده باشه و همچنان در نقص با هم شریک هستند.
و اما سود معامله حرام است، گناه کبیره است. شخصی 1 کیلو خرما به شخصی میدهند، در مقابل از او 2 کیلو خرما میگیرد. برابر است که انواع خرماها خوب بوده باشه یا بد بوده باشه اشکالی نداره. نوع خرما، هر خرمایی که بوده باشه در تبادل با یکدیگر اگر اضافی بگیرد، ولو که 1 کیلو، نیم کیلو، چند گرامی هم، ای اضافیش سود است. و گاهی انسان به شخصی قرض میدهد و در قرض شرط میگذاره که یعنی بعد از مدتی یا مدت 1 سال چند ماه گذشت باید مقداری از پول اضافی برای من بدهی از قرض، یا اینکه چیزی دیگری اضافی از قرض برای بدهی. این را گفته میشه سود. هر چی که بالاتر از قرض خود مطالبه کنه او سود است. پس سود حرام است، گناه کبیره است. در تجارت و همچنان در زندگی انسان برکت از بین میبره و سبب نابودی مال انسان میشود. و اما مضاربه نوع تجارتی حلال است. انسان میتواند که با شخصی اتفاق کنه و این تجارت انجام بده در صورتی که تجارت حلال بوده باشه.